من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم. چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم تو را دوست دارم. بدانید که قلب‌ها فقط با یاد خدا آرام می‌گیرند. الا بذکر الله تطمئن، الا بذکر الله تطمئن. بسم الله الرحمن الرحیم. مژده لطف است ز رب کریم. سلام مردم، هم نفس یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید. خیلی خیلی خوش اومدید به یاد خدایی که هم یاد خدا درش جریان داره، هم یاد رضای خدا. و همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم قشنگ وسط بهشتم. اینم در حالیه که هرچی فکر میکنم اینم هیچ نسبتی بین حقیر با این بهشت وجود نداره، مگر به دعای خیر پدر و مادر و دوستان و اقوام و نزدیکان و شما هم نفسای یاد خدا که ما قسمتمون شد اینجا وسط بهشت باشیم. چون که به دعای شما این اتفاق افتاده، حتما تکلیف میدونم، خدای من شاهده، خدای من شاهده، فارغ از همه این حالا مجریگری هایی که ما بعضی وقتا داریم، خدا وکیلیش. دیروز برنامه ما شروع شد از توی دهه کرامت توی مشهد مقدس. من قبل از برنامه نیت کردم، به نیت همه شما رفتم زیارت کردم، 2 رکعت نماز خوندم، گفتم خدایا این به نیت همه اون کسایی باشه که زلف دلشون گره میخوره از طریق قاب یاد خدا با امام رضا جان در حرم مطهرشون، و زیارت کردم. اما الان دلم میخواد که حالا که شما همراه شدین از راه دور، که البته جسمتون فاصله داره با مشهد، وگرنه روح و دل و جان و قلبتون خیلی نزدیکتر از ماییه که الان اینجا هستیم، میخوام شما رو همراه بکنم. همه با هم این اول برنامه یه سلام بدیم. سلام من و مثل من از راه دوره، سلام شما از راه نزدیکه ها. حواستون به این باشه. یک دل، یک نفس، هر کی هر حاجتی داره. نمیدونم، خیلی ها تو این حرم دیروز خیلی ها ما رو دیدن. آقای قوامی تو رو خدا از مردم میخواید دعا بکنید، مریضمون رو تخت بیمارستانه، گرفتاریم، قرض داریم، نمیدونم، مردم انواع گرفتاری ها رو دارن. همه یادتون باشه برای همدیگه دعا بکنیم که اینجوری اجابت دعا خیلی در دسترس تر خواهد بود. ما برای دیگری برای ما. و ضمن همه اینها یه سلام جانانه بدیم به امام رضا جانمون که چشم و چراغ هممونن دیگه. یعنی ما یه دونه امام معصوم توی مملکتمون داریم، خداوکیلی دار و نداری پیش ایشون نگیم، حاجتامونو عرض حاجت و عرض نیاز نکنیم کجا بریم؟ این محل امن و امان و پناهگاهی که فرشته های خدا میان، آهو میاد دست خالی بر نمیگرده دیگه. ما که ادعا میکنیم دوستشون داریم که حتما هم همینطور هست، انشالله حاجت روا برگردیم. همراه، همدل، هم نفس من برمیارم، شما با من زمزمه بکنید. هرچند شما قشنگتر سلام میدین، اما تا حالا منم سلام میدم، شما هر جو دوست داشتین سلام بدین. بسم الله. السلام علیک یا غریب الغربا. امام رضا جان سلام، قربونتون برم، سلام. از راه خیلی دوری اومدیم، خیلی دل و روح و جان صاف و ساده و صیقلی هم همراهمونه. غم و قصه ها زیاد، گرفتاری ها زیاد، همه با هزار امید و آرزو میخوان سلام بدن خدمت شما. السلام علیک یا غریب الغربا، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته.
خیلی خیلی قبول باشه مردم عزیز، مردم نازنین، مردم امام رضا دوست، ولایی، اهل بیتی، قرآنی، نورانی، که ما عاشق ترین مردم دنیا رو داریم توی این مملکتمون. خدا کنه هممون قدر همدیگر رو بدونیم از این حیث که اینقدر دلداده و محب اهل بیت هستیم. چه سرمایه از این بالاتر. خدا کنه که ثروتمند تر شیم از روزهای قبل. یعنی این زلف دلی که گره خورده با آستان آل الله علیهم صلوات الله توی این مملکت به صاحب این گنبد و بارگاه باصفا، خدا این نعمت و این رزق و روزی رو زیاده کنه به حق همین امام الرؤوف، امام رضا جانمون، الهی آمین. خب من با اجازه شما میخوام کم کم بشینم، انشاءالله که خدا قسمتتون بکنه شما بشینید توی همین صحن انقلاب، صحن اسماعیل طلای قدیمی ها میگفتن یادش بخیر، خیلی باصفاست و شما هم ظاهر از راه نزدیک و از نوع با معرفتش باشین که بهشت برای شماست. الهی آمین. من کی باشم که بخوام دعا بکنم پیش امام رضا برای شما؟ بزرگان، علما، اساتید، کسایی که آبرو دارن پیش امام رضا، مثل حاج آقای فرازینیای عزیز که الان قدم به چشم من گذاشتن، خادم درست درمون امام رضا، برای شما ان شاء الله دعا بکنه. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش اومدین. مخلص شما هستیم. علیکم السلام و السلام و الرحمه. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت و همکارانتون از شبکه قرآن هم خیر مقدم میگم به حرم ولی نعمتمون امام رضا علیه السلام زیارت قبول میگم و صمیمانه و دوستانه تبریک عرض میکنم به این کرامت ایام ولادت سراسر با سعادت ولی نعمتمون امام رضا علیه السلام. زنده باشین ان شاء الله. من مهمانان عزیز که قدم چشمون میگذارن استفاده میکنم، لذت میبرم، اما مهمانانمون که خادم امام رضا هم هستن میان اینجا، یه جور احساس خاص دیگه ای دارم. احساس میکنم امام رضا بیشتر ما رو تحویل گرفته، انگار مثلا یه سفیری، یه قاصدی، یه پیغامبری اومده تو برنامه‌مون. از این حیث حضور شما خیلی مغتنمه. من که لایق این وصف نیستم، ولی خدای متعال و مهربان رو برای این توفیق شکرگزاری میکنیم که نوکر ظاهرای امام رضا علیه السلام هستیم و در این برنامه خدمت شما. هر روز حرمی؟ من الحمدلله 7-8 سال شده افتخارم پیدا کردم که شبانه روز تو حرم هستیم، ولیکن به عنوان خادم که لباس خادمی بر تن میکنیم هر 7 روز یه روزه که امروز چون روز کشیک 8مه امروز با لباس خادمی هستم، در روزهای دیگر با لباس طلبگی و زندگی خودمون کارمند آستان قدسی. اینه که هر روز تو بهشت دارین نفس میکشین. آقا میدونین خیلی از مردم دنیا، حالا بیشتر الان منظورم اوناییه که چون شبکه قرآن شبکه بین‌المللی از خارج از کشور ما پیامک دریافت میکنیم. منو توی قم یه خانومی دیدن گفتن من هندی هستم، از توی یک کشور دیگه اندونزی بود، از اونجا برنامه‌های شبکه قرآن رو میبینم، شما حرم به ما نشون میدین، نمیدونیم ما چه حالی پیدا میکنیم. یعنی در آرزوی یک لحظه شما چند سال هر روز اینجایید. خوش به سعادت. خدا رو از این بابت من حالا چون شما از خادمان و مسئولین حرم هم هستین، اینجا هستین، آقای دکتر فرازینیای عزیز، امسال حرم خیلی خوشگل‌تر از سالهای قبله. دلم میخواست تو برنامه یه تشکر جانانه بکنم. نمیدونم کدوم مسئول خوش سلیقه‌ایه. هر سمت حرم ما وارد میشیم، بالا پایین چپ راست، گل‌آرایی‌های خیلی خوشگل، آبنماهای خوشگل، نورپردازی‌های خیلی قشنگ، اینا خیلی تاثیر. امام رضا خودتون بهتر از من خوشتیپ بودن، خوش لباس بودن، معطر بودن، میپسندن این چیزا رو. به نظرم خیلی امسال جای تشکر داره. هر کی از خدا پدرش نظر استالی و همکارانتون تشکر میکنیم. خدا رو شاکریم که در سایسار دو نعمت مهم امنیت الحمدلله و سلامتی آرامشی حاکم در کشور، در سایسار ولی نعمتمون امام رضا علیه السلام با یه برنامه ریزی حساب شده ده کرامت امسال در قالب‌های مختلفی شروع شده. برخی از نورپردازی ها و گلارایی های حرم جالب بدانید سلیقه شخص تولیت محترمه. یه بار دیگه بفرمایید. برخی از این گلارایی ها سلیقه شخص تولیت محترمه. خود حاج آقای مروی حفظه الله میبینم نظر میدن، خود دام بارگاه هم که خب هر طرحی که جالب تر باشه، جذاب تر باشه رو با یه شوق و ذوق بهتری انجام میدن. وقتی میبینن نظر تولیت محترم این گونه است باز بهتر انجام میدن و الحمدلله در این مسئله نورافشانی، گلارایی
و فضاسازی تبلیغی. شما حساب کن چه رنگ‌های سبز قشنگی، خیلی چه رنگ‌های زرد طلایی مطابق با گنبد مطهر، چه اشعار و پیام‌ها و احادیث زیبایی که چشم زائر رو خیره میکنه. متوجه محتوای معنوی و الحمدلله شاد و سرافرازانه حرم امام رضا. حاج آقا فقط چشم خیره نمیشه، گوشم مات و مبهوت میمونه. الان همین نجوای قشنگی که مردم هم دارن میشنون پس زمینه حرفای شما، نواها و نجواهای قشنگ، تصاویر زیبا، اینی که من واقعا الان این سری اومدم میگم من وسط بهشتم، واقعا همچی حسی دارم. خیلی نعمت خوبی شده. یک 3-4 ماه شده که حدوداً 1 ربع قبل اذان قرائت قرآن که داریم، این دعای اللهم ارزقنا توفیق آره دیدم بین قرآن و نماز اذان، و دعای اللهم کن لولیک الحجة الحسن و سلام به محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام از حرم امام رضا علیه السلام پخش میشه. مردم، اکثر مردم الان ملاحظه می‌فرمایید، جمعیت رو ملاحظه می‌کنید قبل اذان با وضو، با طهارت، با معنویت رو به قبله میستن. کل این صوت و تصویر در سطح حرم مطهر که ما در 28 نقطه حرم نماز جماعت داریم، این صوت الان در همه قسمت‌ها پخش میشه و همه مؤمنین قبل اذان یه توسل معنوی به ساعت مقدس امام رضا، امام زمان و امام حسین علیهم السلام دارن. اینم باز جالبه، از ابتکارات شخص تولیته. یه وقتی حاج آقا فرمودن دوست دارم حرم امام رضا علیه السلام مثل حرم سید الشهدا علیه السلام قبل اذان یه نجوای دست جمعی باشه، که بعد خودشون پیشنهاد دادن این دعای امام زمان علیه السلام که در دوران غیبت کبرا بالاخره میراث گرانبهای شیعه است، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، این رو الحمدلله دستورش دادن، روش کار شد، آهنگین، قشنگ، پیامدار و خدا رو شکر اجرا میشه. الحمدلله. خدا حفظ بکنه آقای مروی عزیز رو، خدا حفظشون بکنه. واقعا اینا اتفاقات مبارکیه. حالا چون یاد کردین از تولیت، یاد بکنیم از تولیت قبلی هم یاد بکنیم. شهید رئیسی عزیز، آقای رئیسی عزیز، رئیسی عزیزم که کلام میشد بعد از که آقا فرمودن روحشون شاد باشه، انشالله پیش امام رضا الان برای ما نفس بزنن، دعا بکنن و ایام ارتحالشون هم که نزدیکه و اینها دیگه انشالله که نمیدونم اینجا اون سمتی که میاییم که میخوایم بریم وارد حرم بشیم، اون مقبره آقای رئیسی هم که هست دارالسلام، آره واقعا اون فضا رو یه فضای خاصی کرده. همه مردم هم که میان اونجا رضوان الله تعالی خود این شهید عزیز یه وقتی زمانی که تولیت بودن، این صبح جمعه بعد از دعای ندبه 1-2 ساعتشان وقت گذاشت. با یک خادمی داشتیم که ایشون هم گنبد شور حضرت بود، گنبد به تنها میشست و هم اطلاعاتی از قبرهای زیرزمینی حرم مطهر داشت. شهید رئیسی رحمت الله علیه وقت گذاشتن 1-2 ساعت با ایشون رفتن تو زیرزمینی و نقاط مختلف نزدیک به قبر و مسجد شریف مطهر امام رضا علیه السلام رو شناسایی کردن. بعد یه وقتی به تولیت کنونی آیت الله مروی فرموده بودن که من مایلم اگر شهید شدم یا مردم منو اینجاها دفن کنید. بعد همین رو نوشته بودن به حاج آقای مروی دادن. حاج آقای مروی اون شبی که خبر شهادت شهید رئیسی رسید فرمودن به من گفته آقای رئیسی، ولی دلم نمیاد خودم این وصیت نامه رو باز کنم. فرستادن به تبریز که آیت الله علامه تشریف برده بودن تبریز. اونجا آیت الله علامه هدا اون نامه رو باز کردن و دیدن بله همون مطلب شفاهی که شهید رئیسی گفته همون دستنوشتون هم هست و ایشون رو در پای مبارک امام رضا علیه السلام نزدیکترین قبر به قبر مطهر امام رضا علیه السلام با واسطه یک ستون و یک قبر دیگر از مرحوم آشتیانی رضوان الله تعالی علیه و آیت الله جد پدر آیت الله از ما سیستانی که اینا باز از علما و شخصیت‌های ترازی بودن که افتخار داشتن پای امام رضا علیه السلام دفن شدن. مردم الان در زیارت امام رضا علیه السلام ما سر پست کشی که هستیم فراوانی سوال‌های اینه قبر شهید رئیسی کجاست؟ و در رفت و برگشت به زیارت امام رضا علیه السلام مردم میرن سر قبر شهید عزیز و
قدر بدان مسئولین خدومن. بله خوش به سعادت شد. یه چیزی بوده آج آقا. ببینین بالاخره آدم هشتمین رئیس جمهور باشه، بعد خادم امام هشتم بوده باشه، بعد روز ولادت امام هشتم هم بره پیش امام هشتم. اینا بالاخره برنامه‌ریزی‌های خوشگلیه که وقتی خدا برای اینکه شهید رئیسی از وقتی که حسب الامر آقا تشریف بردن قوه قضاییه و بعدم ریاست جمهوری، اینجوری اگر بگم مبالغه نمی‌کنم، دنبال یه بهانه‌ای بود که یا شخصی یا تشکیلاتی از کار دست برداره و بیاد مشهد. ولو چند ساعتی شده سحر رو بیاد تا نماز صبح حرم امام رضا باشه، دعا و توسل اشک و ناله و باز برگرده. الحمدلله. به نظرم که لازم بود. ما مهمان امام رضایی هستیم که باید یاد بکنیم و قدردان در واقع زحماتی که تولیت محترم فعلی گذشتگان قبلتر از آقای رئیسی کشیدن. ما ممنوندار زحمات مرحوم آیت الله واعظ تبسی رو هم الان ما می‌بینیم که چه مدیریت قاطعی، چه آینده نگری خوبی در توسعه آستان مانوس قدس رضوی داشتن. انشالله که ما یادشون کردیم اونا میشه امام رضا یاد کنن. آقا چرا به امام رضا میگیم امام الرؤوف؟ ما 14 معصوم داریم، چجوری شده که امام رضا فقط معروف به امام الرؤوف شده قربونشون برم؟ مگه بقیه امام الرؤوف نبودن؟ چرا؟ یه سوال دیگه هم. این امام الرؤوف که به ایشون اطلاق میشه در زمانی که در قید حیات بودن به ایشون این لقب رو دادن یا بعدها شد؟ چجوری شد اصلا؟ جواب هر دو سوال شما مختصرش بله هست. اما تفصیلش ما برنامه خیلی مونده، شما بله بگید ما من تا آخر برنامه بعد خودم حرف بزنم مردم فوش به من میدن. ولی الحمدلله حالا که مردم در ایام ولادت امام رضا علیه السلام دارن سخن از امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام از قول من و شما میشنون، بله عرض کنیم که ائمه علیهم السلام کلهم نور واحد. ولکن به تعبیر مقام معظم رهبری حفظه الله در این کتاب انسان 250 ساله، حضرات معصومین همه مظهر اسما و صفات الهی هستند، اما به تناسب زمان، مکان و مخاطب، اقتضای زمان و مکان و مخاطب، هر کدام از حضرات ائمه یک جلوه از جلوات اسما و صفات الهی رو بیشتر به نمایش در آوردن. ولی هر وصفی که برای هر کدام از ائمه ثابته شامل اون 13 نور مقدس دیگر هم می شود، چون اینا حجج بالغه پروردگار متعال. اما امام رضا علیه السلام در حدیث لوح نام مبارکشان علی و لقب مبارکشان رضا اعلام شده. حدیث لوح رو بارها خود شما که استاد سخن الحمدلله برای مؤمنین بیان کردید. یک بار گویا جبرائیل محضر مبارک پیامبر عظیم الشأن مشرف شده و یه هدیه مشهود، یعنی یه جزوه، یه نوشته که مثل زمرد رنگ سبز و روشنی داشته رو به حضرت پیامبر ما هدیه کرده و آقا جان این هدیه رو با در اختیار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گذاشتن که جناب جابر ابن عبدالله انصاری میگه من رفتم محضر حضرت زهرا سلام الله، بیبی خیلی خوشحال بودن، فرمودن جابر بیا بشین، لوحی رو امروز پدرم به من هدیه کرده که مطالبی در آن نوشته است. میگه من نشستم زانو زدم به لوح، توجه کردم، جلب توجه شد برام نوشتجاتش، دیدم روی این الواح زمرد رنگ سبز، رنگ روشن، اسامی مقدس امامان علیهم السلام میشه. اونجا جابر به امام هشتم که میرسه که نقل میکنه میگه علی ابن موسی الرضا، یعنی نام مبارک حضرت علیه ولی ملقب به امام رضا علیه السلام. از محضر آقا جواد الائمه علیه السلام سوال کن آقا جان نام مبارک پدر بزرگوار شما که علیه، چطور همه میشون میگن امام رضا علیه السلام؟ اینجا جواب سوال دوم شما هم تو روایت بیان مبارک امام جواد علیه السلام است. آقا فرمودن به خاطر اینکه هر کس در خانه بابام امام رضا علیه السلام بیاد راضی برمیگرده. بعد امام عسکری علیه السلام یک کد دادن، یعنی آخر مفاتیح بخشی داریم ما به نام صلوات بر حجج طاهره. به صلواتی که امام حسن عسکری علیه السلام برای امام رضا علیه السلام
فرمودن بخوانید رسیدن، میفرمایید اینجوری بگید اللهم صل علی علی ابن موسی الذی ارتضیته و رضیت به من شئت من خلقک. خدایا بر امام رضای درود بفرست که سبب رضایت توی خدا از همه خلایق و رضایت همه مخلوقین از توی خدا هستن. یعنی امام رضا این گونه خدا مقدر کرده سبب رضایت خالق از مخلوق و مخلوقین از خالق متعال باشه. لذا به تعبیر استاد عزیزان سایت الله عظما جوادی عاملی حفظه الله، ما اگر امام رضا رو به دلیل این دو روایت، بلکه روایت جواد الائمه و دعای امام حسن عسکری علیه السلام، امام رضا رو مظهر سریع الرضایی خدا بدانیم، مبالغه نکردیم. اون وقت این بیان یک اتفاق دیگری هم داره. در محضر جواد الائمه علیه السلام بودن در دوران امامتشون، یعنی دیگه امام رضا علیه السلام دیگه حالا شهید شدن دوران امامت جواد الائمه. اونجا سخن از زیارت امام رضا علیه السلام شد. حضرت نکاتی رو فرمودن، فرمودن پدرم امام رضا را با لقب رؤوف سلام بدهید. پس ایشان فرمودن. اون وقت این رؤوف یک ترجمه است از رحمتا للعالمین پیامبر عظیم الشأن و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. لذا میگن در بین حضرات معصومین همشون نور واحدن، همشون مظهر اسما و صفات الهی هستن، همشون مهربانن، اما پیغمبر تو این عالم مظهر رحمتا للعالمین. امام رضا علیه السلام مظهر مهربانی هستن. وقتی کسی که مهربانی یه حالتی است که اگر خدا روزی آدم کنه دیگه مقطعی نیست، در شادی و تنها باشه در غم نباشه نیست، در هر حالی آدم مهربان بودن خودشو به نمایش در میاره. زن و مرد به هم مهربانن، در ادب و حرمت گذاری به یکدیگر. پدر مادر سر بچه مهربانن، در هر حالی بچه‌شون به طبع دلشون باشد یا نباشد مهربانی یعنی میکنن. دمدمی مزاج نیستن. اون کسی که مهربانه کلا وجودش عجین شده با مهربانی و هر کس سر کار پیدا کنه میفهمه که ایشون آدم مهربانیه، لذا توقع داره. اون وقت میبینیم امام رضا علیه السلام به قدری این مهربانیشون جلوه داشت که در زمان حیاتشون در همین سفری که حالا بیشتر خبرهای مربوط به سفر امام رضا علیه السلام در 2.5 سال آخر عمر مبارک حضرت که در خراسان و مرو بودن تو تاریخ به ما گزارش شده. چون به گفته امروزی آقا رو بورس قرار گرفتن، رو آنتن قرار گرفتن، خبرهای حضرت بیشتر پخش شده. مردم به استقبال آقا میرفتن و از این مهربانی حضرت نقل میکردن. یا در سرخس که آقا 3 ماه در حصر بودن، 3 ماه اول، یا در خود مرو که شرف حضور داشتن، دوست و دشمن. میدونید جو قالب هم این گونه بوده که همه پیرو مکتب اهل بیت باشن. تازه مسلمانانی بودن که حاکمیت بنی عباس از دم از اسلام میزده، اما امام رضا رو اولین بار میبینن. امام میرود به سراغشون، براشون محبت میکنه، هدیه بهشون میده، کمکشون میکنه، مریضاشون درمان میکنه. جالب رجاء ابن ابی ضحاک داعی مأمون که از مدینه آقا رو آورده، او تو تاریخ نقل میکنه، میگه ما به منطقه نیشابور که رسیدیم امام رضا علیه السلام فرمودن رجا این روستای کناری یکی از دوستان ما به رحمت ایزدی پیوسته، بریم تشییع شرکت کنیم. گفت آقا شما اهل مدینه اینجا کجا خبر دارید؟ حضرت فرمودن ما به اذن الله بر اوضاع احوال شیعیانمون آگاهیم. خواهی مهربانی امامه. امام توی خیمهشون در منا. چیزی بپرسم، همین الان هم امام رضا حواسش به تک تک اینایی که الان حالا نماز جماعت مردم دارن، نماز جماعت مشهد رو میبینن تو هم داره بزرگ میشه، تک تک این خانم ها و آقایون تو صحنه‌های مختلف دور حرم به نیت زیارت اومدن، امام رضا حواسش به تک تکشون هست، تک تکشون هست، همون اندازه که در قید حیات زمان حیاتشون بوده. این اصل قرآنی هم هست. یک اعتقاد قرآنی سوره انعامه، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه و من عمل منکم سوءا بجهالة ثم تاب و اصلح فان الله غفور رحیم. اینو دارید امام مأمور است به این آیه از جانب خدا که هنگامی که مؤمنین به سراغ شما میان شما بهشون سلام کن.
این منحصر به زمان حیاتشون نیست. هر کس دل به گروی پیغمبر و اهل بیت پیغمبر سپرده است، متوجه آل الله میشه، زود اونا سلام میکنن. این آیه قرآنی که فراگیره، فراتر از زمان حیات و اعمال ظاهر. دوم، مگر نگفتیم اول سخن محضر از تالی و بینندگان عزیز ارجمند که ائمه مظهر اسما و صفات الهی. یکی از اسماء الهی اینه که تو زیارت تو دعای جوشن کبیر ماه مبارک شب قدر میخوانیم یا من لا یلهیه الهاه الملهین. درسته؟ بله. تو دعاهای دیگه رو میخوانیم ازغنی برد عفوک و غفرک و رحمتک و رضوانک. یعنی چی؟ اینه ای خدا، ای کسی که توجه تو به یک بنده مانع از توجه تو به بنده دیگر نمی شود. این وصف پروردگار شامل حال ائمه هم هست. یکی از اولیاء الهی از تهران میاد مشهد، شب تا صبح حرمه، سحرگاه میگه دیدم 20 دقیقه دیگه مانده به اذان صبح، نافله شب خواندم، زیارت خواندم، رفتم از سجاده عبادتم بلند شدم، رفتم بالا سر حضرت به مهمانی حضرت نشستم. با حضرت درد دل کردم، به مهمانی شما آمدم، قبول دارم از نظر علمی این مطلب رو که بر زبان جاری میکنم، اما میخوام به من به عنوان مهمان که شما اهل بیت فرمودید اکرم الضیف ولو کان کافرا، مهمان رو تکریم کنید اگرچه کافر باشه. میخوام تکریمم به من نشان بدید چطور توجه شما به یک زائر مانع توجه به زائر دیگر نمیشود. به چشمم ببینم چطور این اتفاق. بعد میگه حالت مکاشفه بهم دست داد. این رو گوینده این سخن در جمع علما و بزرگان مشهد در خدمت تولیت محترم بیان کرد که ما همون اشک ریختیم و بهره بردیم. بعد میگه یه حالت مکاشفه بهم دست داد، دیدم که از توی ذریح مطهر امام رضا علیه السلام به تعداد اون زائرین که دور ذریح مطهرن و همه توسل دارن، یک چهره نازنین از امام رضا علیه السلام جلوه کرد. یعنی اگر مثلا 100 نفر اونجا بودن، من در آن واحد 100 چهره نورانی و مبارک از محضر امام رضا علیه السلام دیدم. یکی از اولیاء الهی سادات ذوالعز و الاحترام دورچه اصفهان آمده به مشهد. ایشون به من گفت آقای فرازی منبر میری خطاب تو حرم امام رضا، از قول من سید بگو من دیشب در حرم امام رضا علیه السلام دیدم که هر کس وارد روضه منوره می شود به صورت قهقرایی دیده بالا سر حضرت میرن بیرون، دیدم همه کسانی که کنار ذریح مطهر مشرف و میان بیرون مورد رحمت و لطف خاص امام مهربان ما امام رضا علیه السلام قرار میگیرن. شنیدم استقبال میان، بدرقه میکنن، اصلا این اصل قرآنی هست، عجیبه. اصل تاریخی ما هست. حالا انشالله امام رضا بخوان ما فردام بتونیم خدمت شما باشیم، اینا رو مفصل ادامه میدیم و مصادیقشون، چون میدونم شما دستون پره، خودتون تو قسمت شفای یافتگان اینجا مسئولیت دارین، پس میبریم. یه دونه دو تا تو 30 ثانیه شما دعا بکنید، من مردم همه آمین بگن. خدایا به احترام امام رضا علیه السلام مریض گرفتار زیاد دارن، ایدی میلاد ما رو، میلاد امام رضا علیه السلام برای ما رو خدایا ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. همه کسانی که در این برنامه دل به گروی عشق امام رضا علیه السلام دارن مورد عنایت و نظر خاص آن حضرت قرار بده و مخصوصا مریضه ها و گرفتاران، مریض مورد نظر از لطف و عنایت امام مهربانی ها برخوردار بگردان. الهی آمین. آقا خدا خیرتون بده، دمتون گرم، خیلی حظ بردیم، استفاده کردیم، زنده باشید، محبت کردیم. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون تماشا کردین. یه شاخه گل تقدیم میکنم از گلستان احادیثشون. فرمودن که محبت و مهربانی با مردم نیمی از خرد است. با مردم مهربون باشیم. التماس دعا یا حق. خداحافظ. آقا ممنونم لطفاً.